انصافا قبول دارید با اینکه مرغ آلبالویی و آلبالو پلو مواد اولیه‌شون به یه شکله ولی از نظر طعم و مزه متفاوتن. امروز میخوایم با هم یه مرغ آلبالویی خوشمزه درست کنیم به سبک رستورانی با یه سس بی‌نظیر برای کنارش. سلام، فریبا هستم. به آشپزخونه کوچیک من خوش اومدید. خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید و همراه همیشگی ما بشید. لطفاً اگه سابسکرایب کردید اون زنگوله بالا رو هم فعال کنید که اگه ویدیوهای جدیدی براتون میذارم سریعتر مطلع بشید. خب بریم پرقدرت این مرغ آلبالویی خوشمزه رو با هم درست کنیم. در ابتدای کار حصه داخلی آلبالوها رو با یه سیخ چوبی خارج میکنیم. بعد آلبالوها رو داخل یه ظرف میریزیم. دوباره حصه ها رو داخلش میریزیم. بهش مقداری شکر و آب اضافه میکنیم. با در بسته میذاریم روی حرارت کاملا بپزه و آلبالوها نرم بشه. بعد از اینکه کاملا آلبالوها پخت و تقریبا نرم شد ظرفش رو از روی حرارت برمیداریم. یکم که از حرارت افتاد با یه گوشت کوب یا هر وسیله که داشتید اون رو میکس میکنیم. سعی کنید از گوشت کوب استفاده کنید که حصه های داخلش نشکنه. بعد از صافی رد میکنیم. حصه ها داخل صافی باقی میمونه و اون آلبالوی ما به صورت پوره از صافی رد میشه. این مخلوط رو کنار میذاریم و میریم پلوی غذامون رو آماده کنیم. برنج رو از قبل شستم، کاملا تو آب نمک گذاشتم، 1 ساعت خیس خورده. حالا داخل آب در حال جوش ریختم. کف روی سطحش رو بر میدارم. یکم بهش قند اضافه میکنم، حدود 2-3 حبه، برای اینکه خوش عطرتر بشه پلوی من. و بهش 1 مقدار آب لیمو اضافه میکنم برای اینکه رنگ برنج من سفیدتر بشه در حین پخت. برنج که کاملا ری کرد اون رو آبکش میکنم و داخل یه قابلمه روغن میریزم و برنج رو روی سطحش میریزم. میذارم کاملا دم بیاد. دیگه از این قسمت ها براتون فیلم گرفته نشده. بریم ادامه مرغ آلبالوییمون. خب مرغ ها رو دو طرفشون رو با 1 مقدار زعفرون و نمک مزه‌دار میکنیم. داخل یه تابه مقداری روغن میریزیم. دو طرف مرغ ها رو داخل روغن کاملا سرخ و برشته میکنیم. حالا مرغ ها رو از روغن خارج میکنیم و یه دونه پیازی رو که نگینه ریز کردیم داخل همون روغن سرخ میکنیم. پیاز که تقریبا سرخ شد و سبک شد، ادویه ها رو باید بهش اضافه کنیم. شامل نمک، فلفل، زردچوبه و پاپریکا هستش. مرغ ها رو روی سطحش میچینیم. بهش آب جوش اضافه میکنیم. دقت کنید زیاد داخلش آب جوش نریزید. نصف لیوان تا 1 لیوان کفایت میکنه. حالا در ظرف رو میبندیم. میذاریم نیم ساعت بپزه. بعد از نیم ساعت سس آماده شده رو روی سطح مرغ میریزیم. به این ترتیب دوباره در ظرف رو میبندیم. میذاریم حدوداً 20 دقیقه الی نیم ساعت دیگه بپزه. 10 دقیقه آخر زمان پخت تکه های کره رو روی مرغ ها قرار میدیم. درش رو میبندیم. میذاریم کاملا آبش کشیده بشه و به روغن بیفته. به این ترتیب مرغ آلبالویی ما آماده شد. فوق العاده خوشمزه. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. دوستان این مرغ خوشمزه رو میتونید با آلوی سیاه هم درست کنید. فوق العاده خوشمزه و خوش‌طعم میشه. من نیمی از برنج رو با آب آلبالو رنگی کردم، نیمیش رو با آب زعفرون. نوش جونتون.